آقا چون یه سوال پرسیده شدش که در واقع پرنده چه پرنده‌ای بخریم و اینها، من الان تصمیم گرفتم وسط دوره فایل یوتیوبی هم همزمان ضبط بکنم که اونجا هم بچه‌های دیگه بعداً ببینن که آقا چه پرنده‌ای لازمه، چی بگیرن و اینها، دیگه خیالشون راحت بشه. خب آرزوام خدمت پرسش و پاسخ همه صحبت کنید راحت، اصلا اینجوری نیستش که خیلی فقط من صحبت کنم. اما اولین سوالی که پیش میاد برای اینکه چه پرنده‌ای بگیریم، تو چه سبکی می‌خوای ورود کنی؟ FPV یا مویک؟ خب با توجه به کار من کار بدینی انجام میدم، کار تبلیغاتی انجام میدم. خب فعلا هم یه دو پرنده میتونم بگیرم. کار نکن توی کار ودینگ خب و کار تبلیغاتی و همه کارها هم FPV استفاده میشه هم مویک استفاده میشه. مطلق نیستش که بگی آقا اینجا فقط مویک استفاده میشه یا بگی مطلق فقط FPV استفاده میشه، هر جفتش هست. خب این کاملا ربط به خودت داره. من ترجیح میدم که جفتشو داشته باشی، یعنی هم مویک رو داشته باشی هم FPV رو داشته باشی، سر کار میری جفتشو با هم دیگه ببری. خب یعنی اصلا با این یه سری پلانا میتونی بگیری، با اون یک سری دیگه پلان میتونی بگیری. اما اینکه بخوای بگی فقط کدومشو برم، کاملا دل بخواهی توئه. هم برای FPV کار هست هم برای مویکش کار هست. اگه فایل FPV و مویک چی ان اینا رو ندیدید برید نگاه بکنید که FPV چیه مویک چیه، اینا رو توضیح دادیم تو دوره. به نظر من خب اول از همه ببینیم کدوم بیشتر بازار داره تو اون حوزه و تو شهرت. خب ببین مثلا مویک کار بیشتره یا FPV کار بیشتره. حالا FPV کار اینا جملهش قشنگ نیست، مثلا یه هلی شات کار اینا، صاف کار اینا نه. کسی که تصویربرداری هوایی انجام میده FPV بیشتره یا مثلا مستر تو شهرت بیشتره، کدوم کمتره؟ اولویت تو بذار رو اونی که کمتره به نظر من. خب برای اینکه ورود میخوای بزنی تازه. و خب یقینا الان همه جا عموما FPV کمتره تا مویک. عموما الان همه روی اما FPV یه نکته داره. نسبت به شخصیت شما هم ربط داره. آدمی هستی که تو FPV باید چیکار کنی؟ خب یک، خودت اهل هیجان باشی، دوست داشته باشی هیجان رو، چون کار هیجانی یه سرعت بده. دو، عصب‌عضله قوی داشته باشی. در ثانیه باید بتونی آدم بد دستی نباشی. نه میگم بد دست نباید باشی توی این موضوع. خب نه حالا شما به خود نه حالا مثلا یه بار زدید زمین، دو بار زدید، نه دو بار زدید زمین، بار زدید زمین اصلا مهم نیستش. خب بد دست بودن منظورم به اینه خب که مغزت بکشه اون لحظه‌ای که باید بره بالا، پرنده رو بدی بره بالا. خب اون لحظه مهمه. پس اول از همه برای اینکه بری تو FPV شناخت خودت مهم میشه. خب که چقدر نسبت به خودت شناخت داری، عصب‌عضله قوی داری، آدم دنبال هیجان هستی و مطابقاً آرامش هم داشته باشی. یعنی شما تو اوج آرامش توی نقطه میشینی، عینکو زدی، خب داری پرواز میکنی، تو اوج آرامشی که داری اوج هیجان رو تجربه میکنی. نه اصلا چی گفتم و اینها یه ذره خودم هم متوجه نشدم. منظور گرفتم. آره. یعنی باید این دوتاشو کنار هم داشته باشی. اما ذات خودت رو نگاه کن، تر خودت رو کلیپی که نگاه میکنی با کدوم حال میکنی؟ با اینکه یه دونه کلیپ نگاه کنی مثلا اینجوری تو لاین داره حرکت میکنه میگه ساقی بیا نرم میره جلو، یه لای مثلا یه سری درخت اینا نرم حرکات ترپای ریز میکنه، یا نه با کلیپ اکشن آن میکنی. خب اگر با اکشن آن میکنی سویچ کن رو FPV، ولی اگه آرامش رو دوست داری همون برو روی من جفتشو دوست دارم، همون دوست دارم تو جای خودش هر جفتش هم انجام میدم. راستم برای اول کاره فعلا بودجه فعلا محدوده، نمیتونم مثلا دو تا شهر هم بگیرم. گفتم برای اول کار مثلا اینو بگیرم، حالا بعدش مثلا اون که سویچ کنم. آره میتونی اولش FPV رو شروع کنی، آروم آروم یه دونه مویک کنارت داشته باشی. اما خیلی از پروژه‌هایی که مثلا تک نفر میفرستم من میگم هم FPV بزن هم ایشار، که هم قیمت اونا کم بشه هم برای تو بهتر باشه. جفتشون میگه آفیشش هم ازش کم نیست، خوبه مثلا. یه سوالی ما فوکوس کردیم رو FPV، خب کارم کردیم باش، اوکی هم بودیم. دیدم مثلا تو واقعا هلی شات هم میخواد، ما که مثلا هلی شاتشو نداریم، یه چیزی کرایه کنیم، قابلیتی داریم که اونم بلند کنیم. آره همزمان که نه قطعا همزمان که نه، ولی آره من میگم آقا مثل اینکه مثلا چی بگن، آره تو میتونی همونو بلد باشی همین ربطی نداره. بابا بدون دوره دیدن شما الان دورهشو دیدی؟ اما دوره‌ای که داریم می‌بینی جفتش هست. روی آواتا مود نرمال و اسش پرواز کردنش مثل مویکه.
که تو همین دوره یاد میگیری چجوریه. خب پرواز کردنشون مثل هم دیگه است. رو مود منوال آواتاری که کلا یه بازی دیگه است، کلا یه لیگ دیگه است، کلا یه جور دیگه پرواز تنظیم کردن این FPV و دیگه تمرین دیگه. ببین یه قانونی داریم ما، فردا بهش میرسیدیم ولی خب الان هم میگم یه قانون اساسی داریم، میگه اول آموزش ببین، بعد تمرین کن، بعد اصلاح کن، دو مرتبه تمرین کن، اصلاح کن، تمرین کن، هی این لوپ رو ادامه میدی تا همه چیش دستت میاد، هم یاد هم دیگه FPV تو نرم میزنی، هم مویک تو درست میزنی. نظرتون با کرایه کردن چی؟ کرایه کردن اگه کسی باشه که بهت اجاره بده خوبه. ارزششو داره؟ عموما آره ارزششو داره. من خودم الان مثلا تو آباتا هم همینجوری هم، آباتا برای کسی دیگه است، من باش کار میکنم. میتونی این کارو بکنی، مثلا یه کسی رو پیدا بکنی که همچین کاری رو برات انجام بده. آره کرایه بده. معمولا کسی این کار نمیکنه. ما مثلا داخل شرکت خودمون به بچه‌ای که خودمون آموزش میدیم اجاره میدیم پرنده‌مون. فقط به کسی که خودمون آموزش میدیم، چون میدونم که چی آموزش دادم نزنه بهتره کنه. اگه پلاک نداشت دستگاهش اینو مشکل نداره. اون یه موضوع دیگه است، اینکه پلاک نداشته باشه مجوز نمیتونی بگیری بعداً دردسر می‌خوری و فلان، نمیشه یه بازی دیگه است. نه برای تمرین هم یه جایی که آره یه جایی که مطمئن خبری نیستش کسی کارتون نره که پرنده پرواز کنه. کلا زیر سقف هم مجوز نمیخواد، هر چیزی رو زیر سقف نمیشه. مثلا آره که محدود با FPV که شروع سالن هست فلان. سوال خوبه پرسید. مثلا یه موقعی که یه فرن فضا بسته است اصلا. خب اونجاست که مثلا آواتار اینا بیشتر به کار میاد، درسته؟ آره تو فضای بسته بیشتر آواتار استفاده نمیشه از مثلا ایر و مویک استفاده کرد؟ چرا نمیشه؟ از همه چی میشه استفاده. شما با یه نکته گفتم تو دوره بعد حواست میگیری. چی گفتم بستگی داره به کار با چی پلانو در بیاری، با هر چی که در آوردی پلان. حالا اینکه مویک نمیشه بعد چرا مویک هم میتونه بزنه. چون بخاطر ابعادش خب کنترلش سخت‌تر میشه دیگه، کنترل سخت‌تر میشه وگرنه میشه کار انجام داد. کنترلش سخت‌تره. فکر می‌کنم اون کاری که قراره انجام بدیم این برداریم مراسم مذهبی برای هیئت‌ها و اینا بیشتر بهترینش آواتار. اگر زیر سقف می‌خواید بپرید آواتار. شاید 80 برای هیئت‌ها بهترین چیز آنها مجالس هرچند که من اصلا کلا مخالف اینم که هیئت هلیشات رو اینا بلند می‌کنم ولی حواس مردم پرت میشه. به نظر من کار درستی نیست. تو دورتون گفتید زیر سر اگه دکمه هما بزنید انقدر می‌خوره به سر. تو پرنده‌های قدیمیش خب این اتفاق می‌افتاد. الان روی این باگر هم گرفته. ولی اگر احیانا سنسور بالاش کار نکنه احتمال اینکه بخوره. خب اصلا زیر سر GPS نیست که هما تشخیص بده. همون دیگه دیوونه میشه دیگه به خاطر ارزش خرید مویک 3 پرو با ایر 3S خب حالا تقریبا یه 100 خورده تومن هم اختلاف قیمت داره. ببینم چقدر ارزش خرید داره که مثلا یک بیاد میگه خب که مثلا اینقدر اضافه تر بدم که چه امکاناتی بیشتر میگیره، مثلا اونقدر ارزش داره نسبت به قطع این مویک تیری پرو ارزش خرید نسبت به ایر تیری اس داره. خب دلیلش هم اینه که اون فیلم سنسور دوربینش رنگ بیشتری یعنی در واقع جذب میکنه. 3 تا لنز داره دوربینش. قابلیت تنظیم اف رو داری، شما این بر اف ثابت تو دوربین، اون بر اف رو میتونی تغییر بدی. تایم پروازیش یکیه، الان تغییری نکرده، اما چون رو قسمت پروش هستش هم اون لنز 27 ایکسش 166 میلیمتر و همین دیگه تو لنزش قطعی تغییر داره. خیلی بهتره. امکاناتش چی؟ نه امکاناتشون یکی. الان ایر تی اس یه حسنی هم که داره نسبت به اینه که لیدار داره دیگه. لیدارش کمک میکنه برای اینکه ریتن تو مون زدی یا مانعش نزدیک میشدی دقیق‌تر بشناسه. یعنی دقت سنسوریش RCS بالاتره تا مویک آره 3. سنسور برخورد به موانعش دقتش بالاتر از مویک 3 بود. چون این لیدار داره اون نداره. ولی اون مثلا از دوربین بالاتره. از نظر دوربینی مویک 3 برو خیلی بالاتره. مویک کلاسیک چی؟ نه نسبت به چی؟ نسبت به RCS. نه RCS. دو تا لنز داره. من یه سری یه فانتوم فور داشتم جمعین شد رفتش پلاک نداشت نرفتم دنبالش همین که نرفتم دنبالش فقط به خاطر پلاک تنشتم نرفتم باید به این مهرآباد بگیری؟ کجا رفته؟ نمیدونم خب نمیدونی به مهرآباد چی بگی؟ مهرآباد زدم تو میگی پرنده من جمعه خورده رفته نه
باریکلا رفت رفت سمت پایتخت. باید بری برو اون فایل داخل همین یوتیوب ما فایل چیزشو نگاه کن، فایل جمع خوردن من توی برج میلاد. راهشو گفتم چجوری میری پرنده رو پیدا میکنی. همون موقع باید میرفتی به دنبالش. اگه نرفتی الان خداحافظ. نه اینکه از کجا رفت تا سمت مهراب؟ ببین همزمانی که جمعی میخوره، همزمانی که میره سمت فرودگاه ارتفاع هم کم میکنه. یعنی تو مسیر به یه جایی میخوره. همین نمیرسه به فرودگاه. نمیره تو فرودگاه لندینگ کنه. جمعی یه دیگه فقط دورش میکنه. میره تا یه جایی بخوره زمین. بعد ببینید به کدوم ساختمونی خورده، شانس آورده باشه به کسی نخورده باشه. ماویکس پرو یا اینسپایر 3 اگه میخوام مقایسه کنم 900 میلیون. شما بالا رده‌ای رو میای با اون مقایسه کنی، مثلا قابل قیاس نیست. ولی اینکه الان بصرفه تو بین مثلا نمیدونم میخوای یه کار سینمایی بکنی بری اینسپایر 3 بخری یا مویک تیوی مثلا ساین بخری، من میگم مویک تیوی ساین سینه. یعنی حالا بین دو مویکس پرو چی؟ مویک 2 نه بین اینسپایر 2 و مویک تیوی. آخه اینسپایر 2 داستانه خودشو داره. اون چه لنزی روش نصب کنی داستان داره. چه دوربینی روش نصب کنی. آره. یعنی اونا دو مرتبه هزینه‌های جانبی که اضافه میکنن و اون دوربین خیلی خفنه و اون پرنده خیلی خفنه. ببین بعد جنس تصویرها فرق با اون دو ریموت هست، این تک ریموت هست. بعضی از پلانا هستش که تو نمیتونی دو ریموت بگیری. یعنی نمیتونی یه ریموت بگیری. باید دو ریموت باشی. چی گفتم؟ آره دو ریموت باشی و اصلا لازمش اونه اون پرنده.